یکی از بهترین روزامه واقعا، این که واقعا آدم کسی رو که از صمیم قلب دوستش داشته باشه بدونی که روحش هم فرکانس با یه آدم خیلی باشه، خیلی خیلی خوبه. امشب هم که واقعا یعنی نمیتونم هیچ جمله یا هیچ کلمه‌ای براش توصیف کنم، عوض خوشگل، خیلی پرفکت و عالیه. علی عزیزم، قربونت برم. من امروز من بالاخره فهمیدم که اگه آدم یه چیزی رو از ته دلش بخواد، از ته دلش بخواد، یه روزی بهش میرسه. اصلا مهم نیست که چقدر طولانی بشه این داستان. امروز این قضیه تو ذهن من واقعی شد. از ته دل بهترینا رو براش میخوام. نمیتونم حرف بزنم، بغضی میشم. انشالله که خوشبخت ترین دختر روی زمین بشه، در کنار همسر ازش. روز دخترم هست. روز دخترم هم تبریک میگم بهش. و همچنین به داماد عزیزمون امیدواریم که در کنار هم دیگه با دخترمون خوشبخت باشیم. تو این شب زیبا از خداوند آرزو خوشبختی به سرافرازی برشون دارن. انشالله که خوشبخت باشن، سلامتی اول، تندرستی، دل خوش، انشالله خوشبخت باشن. فقط از خدا اینو میخوام. رضا جون، علی جون، خودتونم میدونین که دوتاتون واسم تاج سرین. خیلی دوستتون دارم. خوشحالم بابت این اتفاق قشنگ. همین. دوستتون داریم. خوشبخت باشین. من دیگه ستای علیه. کلمه پاک شد. از اخلاق بگم. من بگم. خیلی مهربونه. آره ببین وقتی یه غمی تو خانواده ماست، خب سعی میکنه ما رو بخندونه، خب با شرترین چیز ممکن، یعنی یه چیزی که واقعا اصلا معنی خاصی نداره، ولی شخصیتش اینجوریه دلش نمیخواد غما رو ببینه، فقط دلش میخواد شادی باشه. ما از شادیمون انجام میده، کمک میکرد که مثلا نه یا دعوامون نکنه، منو دعوا نکنه یا داداشمو دعوا نکنه. از همه مهربون. دلش خیلی یعنی بهترین کس دنیای داداش. اگه حقش هم ضایع میشد اون وسط کوتاه می‌کرد. آفرین. ولی من میگرفتم. من میگرفتم. آره ویژگیامون خیلی مشترکه. عروس شدی، خانوم شدی، عاشقتم، بودم خوشبختی. من همیشه دوست داشتم که خواهرم خوشبخت بشه، با کسی که دوستش داره زیر یه سقف باشه و الان واقعا به یکی از آرزوهایی که می‌خواستم رسیدم. اینکه خواهرم با کسی که دوستش داره زیر یه سقف، امیدوارم خوشبخت باشه. یه ویژگی خوب از علی بگو. دوباره علی یه پسر فوق‌العاده احساسی و فوق‌العاده مهربان. قبل از اینکه بخوایم بله عروسان رو بگیریم، ماه داماد نازنینم میخواد تو چشای عروسمون نگاه کنه و میگم چشای عروس من نگاه میکنه، تو چشای عروسمون نگاه میکنه و بهش میگه که و اما پسر شدم که تو را آرزو کنم. به افتخار احساس پاک ماه داماد کنم. باب دلمی بس که تو رو خوب کشیدن، با جاری کردن کلمه زیبای بله قلب هممون رو شاد کن. آیا حاضری یک رو عمر آرزوی زندگی علی رضای ما باشی؟ بنده وکیلم با توکل به خدا، با اجازه پدر و مادرم، به امید یه زندگی سرشار از نور و عشق تا همیشه بعد. من و موهای تو بردار کشیدن، هم موی منو هم قد و بالای تو رعنا، هم سایه و هم زاد سپیدار کشیدن. با اجازه پدرمادرم و صمیم قلبم بله.
تو سینه من هل برپاست، انگار درختین و پر از سار کشیدن، دست منو به موی تو محتاج کشیدن، چشماتو شبیه شب معراج کشیدن. امیدوارم که خوشبخت باشید. یه یار خوشگلی دارم، خوش آب و گلی دارم، میگم نده منو آزارم، گوش نمیده به من، خیلی خوشگله یارم، همین مشکل کارم، هی من میده